سلام، وقتتون بخیر. لطفینیا هستم، مدرس حساب تحلیل و تیزهوشان. بریم برای حل سوالات 30 تا 40 آزمون تیزهوشان 1404. سوال 31 میگه کدام یک از اینها نام شهر رو نمیسازه؟ خب این مجارستان، دومی زاهدانه، سومی آنکاراست و آخریش هم که کربلاست که مشخصاً اولی اسم کشور هستش. سوال 32 گفته که یه اتوی بخار داریم که 2 تا خروجی بخار آب داره. اگر مسیر بخار آب شبیه شکل زیر باشه، نقطه بالای اتو چه مسیری رو میره؟ خب نگاه کنیم، از این 2 تا نقطه پایینی این بخار آب خارج شده و حالا میگه شما حدس بزنی بالایی داره چه شکلی میره. بعد میگه 2 تا کم رنگ داریم، یعنی همین طرحی که اینجاست، اینجا میبینی تکراری هست، اونو کم رنگه. اونی که پر رنگ تره اون سومی است، یعنی اون بالایی است. خب یعنی همینی که اینجا هست میبینید تکراری اومده به خاطر اینکه این همون طرح قبلی است. اگه شما فرض کنی که یکی از این خطوط مثلا اینجوری رفته، یکیشون صاف رفته، این غیر منطقیه. بخار آب که نمیتونه مسیر متفاوتی رو بره. خب پس باید 2 تا مسیر عین هم پیدا کنیم. چجوری عین هم؟ اینجوری بره تا اینجا بیاد، اینجا بره، این بشه یکیش، اون یکی هم ببین دقیقا تقریبا میشه عین همون دیگه، 2 تا مسیر. حالا اون مسیر از بالایی هم که تقریبا شبیه اینا باشه میشه گزینه 2، یعنی اینم تقریبا شبیه اینا میشه. همین منطقه دیگه نمیتونیم بهش وصل کنیم و توضیح بدیم. یه پرگاری هست، پرگار دیگه میدونین چه شکلیه. خب یه طرف این پرگاره باید سوزن باشه، یه طرف این پرگار باید مداد باشه دیگه. اینجوریه یاد گرفتیم ما دیگه، این مثلا مداد. خب حالا میگه که این رو هر دو پایه میچرخه و هر دو ورش خط میکشه، یعنی هر دو ورش مداده. خب فقط اینجوریه که یه بار یه طرف ثابت اونوری داره خط میکشه، بعد حالا دفعه دیگه اونوری ثابته، یعنی از هر دو ورش ما داریم استفاده میکنیم. حالا میگه که چند تا از این شکلا رو میشه بدون اینکه دیگه پرگار رو برداریم بکشیم. نگاه کن، الان تو سوزن رو گذاشتی اینجا، خط کشیدی تا اینجا. خب بعد به جای اینکه برش نداشتی دیگه اینجوری خطت رو کشیدی، حالا این ور میشه ثابتت، این یکی رو برمی‌داری از اون ور خط میکشی، ثابت تو میشه این ور رو خط میکشی. حالا این ور میشه ثابت تو، این ور رو خط میکشی. پس اینو کاملا میشه کشی. حالا اینجا سوزن رو میذاری اینجا، خط میکشی. سوزن رو ثابت رو میذاری این ور، خط میکشی. ثابتت میاد این ور، خط میکشی. یکی هم که همین دیگه، خط میکشی. حالا ثابتت میاد این ور رو خط میکشی به همین راحت. این هم که دیگه ثابت رو تکون نمیده دیگه، دایره رو میکشی. پس هر تا 4 تا شکلمون رو میتونیم با این پرگار عجیب بکشیم. حالا این یه ذره چالشی تره، میگه که اگر که حالا این پرگارمون رو من دوباره بکشم، یه پاره خطی از شروع نوک 2 پایه تا اینجا داشته باشیم، وسط اینجا رو اسمش رو میذاریم کانون. خب حالا این مسیر حرکت کانون، یعنی یه شکلی ما کشیدیم، کانون این شکلی تکون خورده. خب کدوم این شکلا کشیده شده که دونه و شکلا رو بررسی کنی. خب که من دیگه فقط جواب رو بررسی میکنم، ولی فقط قبل از اینکه جواب بگم نکته بهتون بگم. فکر کنین که اینجا ما مثلا سوزن رو اینجا گذاشتیم، بعد اومدیم باهاش یه کمان کشید. خب این کمان اینجا وقتی ثابت اینجا قسمت متحرکه، اون قسمتی که بین ایناست در میاد اینجا دیگه. اون پاره خط قبوله که اینجاست، وسطش میاد اینجا دیگه، درسته؟ حالا اگه اینجا رو در نظر بگیم، دوره وسطش میشه اینجا. اگه این نقاط رو به هم متصل کنیم، میشه یه خطی بین سوزن و اون طرحی که کشیده شده. خب الان این طرحی که مثلا اینجا کشیده شده، سوزنش مگه اینجا نبوده؟ پس اون خط مثلا اینجاست، درسته؟ بعد دوباره بریم سراغ ادامهش. مثلا من دوره اینجا رو با مشکی میکشیدم، مثلا این خطه. خب سوزنش اینجا بوده دیگه، بین این و این میشه این دیگه. دوباره اینجا هم همینه، این طرح اصلی اینجا، سوزنش هم اینجاست، بینش دوباره میشه این. این طرحش دقیقا میشه این شکلی که به ما بوده.
سوال 35 من دیدم چند تا از اساتید این سوال رو حذف کرده بودن. یه استاد گزینه 2 رو گفته بود، یه استاد گزینه 1 رو گفته بود. سوالش یه ذره مثل این که مشکل داره. این که میگه ببین سوالش خیلی مهمه، از تکرار یک چندزلی، پس اول اصلا باید یه شکل رو پیدا کنی. خب و اینکه تو رفتگی هم نداشته باشه و به دست نیومده. ببین چند تا چیز داره. اول از همه باید اون یه دونه شکلی که تو رفتگی رو داره رو پیدا کنی. خب بعد اون شکلی که جواب ماست نباید این خاصیت ها رو داشته باشه، یه شکل نباشه، تو رفتگی به دست نیامده باشه. این تو رفتگی هم اگه نباید این در واقع داشته باشه. خیلی پیچیده اینطوری. من این رو ببینم با هایلایتر فکر کنم راحت تر بشه چیز کرد. گزینه 1 رو نگاه کن. اگه من شکل رو اینجا در نظر بگیرم تقریبا، یعنی این شکل رو اگه نگاه کنیم می‌بینید رو هم رفتگی نداره. اگه من یه شکل دیگه هم اینور براتون بکشم، مثلا این، چون این رو بذاریم من پاک کنم با هم قلم رنگیمون نشون بدم. مثلا اینا رو شما در نظر بگیریم که خاکستری یا یه شکل باشن. این یه شکل ما باشه. شکل دوم ما در واقع من کمی نازک‌ترش کنم، مثلا از این ور شروع بشه، یعنی از این و چون این کنار این چسبیده خب یه سری ستاره به وجود میاره دیگه. خب این رو ساخته، درسته؟ پس این طرحی که اینجا وجود داره اگر نگاه کنین باید فرو رفتگی داشته باشه. من مثلا میتونم زوم کنم که شما بهتر ببینید. من از رو حالت قلم بردارم که شما ببینید فرو رفتگیش کجاست. اینجا نگاه کن، الان مثلا این ستاره اینجا یه فرو رفتگی داره. ببین دوباره اینجا یه فرو رفتگی دیگه، یه فرو رفتگی دیگه، یه فرو رفتگی دیگه، یه دونه دیگه، یه دونه دیگه، یه دونه دیگه، یه دونه دیگه، اینجا و اینجا و اینجا. این یه دونه شکله، همش از همین شکل هست. اینا رو گذاشته کنار هم دیگه و با فرو رفتگی های مختلفه. بعد تازه این وسط نگاه کنی، یعنی یه شکل جدیدم اینجاست، یعنی در نه فقط گزینه 1 که این خاصیت رو داره. حالا تا زوم هستیم گزینه 2 رو نگاه کن. اگه شما مثلا شکل رو اینطوری بگیرین، یه شکل ثابته بدون فرو رفتگی و همه اینا رو به هم دیگه بچسبونین، در واقع چیز در میاد. یا لوزی های مختلف اصلا در نظر بگیریم. لوزی، هر چند تا لوزی که بگیرین میتونین به هم بچسبونین و این هم همینطور. این شکلی که اینجا هست رو بچسبونین، اینجا رو فضای خالی باید در نظر بگیرید. این رو بچسبونید دوباره به این، میبینید این 8 ضلعیه در واقع میشه یک شکلی که بدون تو رفتگی داره اونجا ایجاد میشه. و تو گزینه 4 هم که این دایره یاست تقریبا، که حالا رو هم افتاده و شکل رو ساخته، که به نظر من همون گزینه 1 از همشون منطقی تره، که یه شکل هم نیست دیگه، واسه یه شکل دیگه هم به وجود اومد. خب بریم برای سوال 36 شمسه 8 پر که میگه این شمسه رو باید پیداش کنی، که خیلی مشخصه دیگه. این اینجاست شمسه، یعنی یه مربعی که اینجاست و یه حالت مربعی که مثل لوزیه اینجا افتاده. تو اینم همینطور دیگه. ما تو این شکل این وسط میتونیم اینو ببینیم، اینجا هستش و اینجا. اینم دقیقا همین وسطه، میبینید وسط همه اینا هستش. خب این ورش هم میشه اینو دید، دقیقا گوشای مختلف، فقط تو گزینه 2 دیده نمیشه. سوال 37 میگه متن رو بخون. میگه کوثر 4 تا کارت در اختیار داره، الف ب ج د. اون ور کارت یه سری از عددهای 10 20 30 40 نوشته شده. خب
چند تا سوال ازش میپرسه. بعد میگه با توجه به این سوالایی که پرسه، مثلا این کارت دست منه، من میدونم که اینجا نوشته 10 ولی شما فقط یه الف ب ج د میبینی، مثلا شما حروفاشو میبینی، من اینجا عدداشو میبینم. خب بعد مثلا شما آیلای از من پرسی که مثلا الف کوچیک‌تر یا ب، من از این ور میبینم که مثلا الف هم 10 ب مثلا 40، به تو میگم الف کوچیک‌تره، همین. یعنی تو متوجه نمیشی بالاخره 10 و 20 و 30 و 40 کدوم به کدوم بودن، فقط با همین سوال. حالا فرض کنیم که الف 10، این 20، این 30، اینم 40. خب میگه عدد الف کوچیک‌تره یا ب، ما میگیم خب الف. بعد میگه ب کوچیک‌تره یا جیم، ما میگیم که ب. بعد میگه جیم کوچیک‌تره یا دال، ما میگیم که جیم. بعد دوباره میگه الف کوچیک‌تره یا دال، بعد ما میگیم الف. ببین این به ما 2 تا الف داد، یعنی این با خودش میفهمه که الف هم از ب کمتره هم از دال کمتره، پس الف رو جزو کوچیک‌ترینا تو ذهنش نگه میداره. بعد دوباره اینجا میگه که ب از جیم کمتر بود، جیمم از دال کمتر بود، یعنی ب پس از جیمم کمتره دیگه، پس ب هم در میاد. ولی نمیدونه الف با ب چجوریه، نمیدونه چرا. یه جا سوال الف یا ب رو پرسیده، آره، ولی خب ما چون جواب داریم اینو متوجه میشیم دیگه. حالا من اینا رو با یه سری عددهای دیگه جاگذاری میکنم. فکر کنیم که جای فقط اینو جابجا میکنم، 10 رو میذارم اینور، 20 رو میذارم اینور، 30 و 40. میخوام در نتیجه بهتون بگم که چون جواب سوالش 2 تا جواب بهمون میده، ما به گزینه 3 میرسیم، 2 کارتی که کوچکترین عددها رو نوشته. ولی یه نکته دیگه هم بگم، چون من داشتم از صبح بررسی میکردم، حالا که پاسخنامه قطعی آموزش پرورش هنوز نیومده، ولی چند تا آموزشگاهی که آره خیلی معتبرن کلا سوال 37 رو حذف کرده بودن و کلا گفتن که جوابش غلطه. یه مدل دیگه حل کردن این سوال این هستش که تو بیای، داره جفت جفت مقایسه میکنه دیگه، یعنی ما کارت های A و B و C و D داریم. خب بعد یه جوری من اینا رو به تو اطلاعات بدم که تو متوجه نشی کدوم به کدوم. یعنی چه جوری؟ مثلا بگم A از B کمتره، خب بعد به جای اینکه به تو بگم مثلا B هم از C کمتره، که تو به ترتیب راحت میتونی بگیری پس A B C دیگه، C از B بزرگتر، اینجوری نگم، برعکس بگم که B از C بزرگتر. میگه خب هم B از A بزرگتره هم از C، پس A و C رو متوجه نمیشی. پس دوباره اگه بخوام یه اطلاعات دیگه به تو بگم که باز نتونی بینش رو تشخیص بدی، بین مثلا C و D بگیم که C هم از D هم کوچیک‌تره. خب اینجوری میگی که C هم از B کوچیک‌تره هم از D، پس بین B و D هم تو باز متوجه نمیشی قضیه چجوریه. فقط میدونی که B و D یه جایی هستن که تو متوجه نمیشی که اوضاعشون چجوریه. D میدونی هم از C بزرگتره، B هم از C بزرگتره. از طرفی C هم از B کوچکتر بود هم از D. A هم همینطور، A هم از B کمتره، پس اینکه A و C چه وضعیتی دارن متوجه نمیشین، که B و D هم چه وضعیتی دارن متوجه نمیشین. فقط میدونی که این دوتا احتمالاً کوچکترینن، اون دوتا هم بزرگترینن. اینکه حالا کدوم بزرگتر یا کدوم کوچکتره تشخیص نمیدیم. پس اینم دقیقاً از همین سیستم میخواسته بره به اینکه شما در نهایت باید بپرسی که یه سوال دیگه نیاز داری که اینا رو با هم دیگه بررسی کنی که آیا A از C بزرگتره که بتونی به کوچکترین یا بزرگترین برسی، که میشه چند تا سوال باید داشته باشه پرسش، نباید 5 تا سوال داشته، یه دونه بیشتر باید میداشت تا به این حالت میرسیدی. پس تو حالت 3 طبق این چیزی که من گفتم، یعنی کمترین اطلاعات ممکن، من یه دونه از این علامت ها رو برگردونم تو به همه جواب میرسی دیگه. خب پس تو این حالت ما به 2 تا جواب میرسیم، 2 تا کارت، یه دونه سوال دیگه اضافه میکردیم، ما میفهمیدیم که مثلا 10 کدومه مثلا. اوکی،
پس این سوالش یه ذره باگ داشت. سوال 37 تا اکثر استادا حذف کردن، به نظر منم حذف خواهد شد. به لحاظ سطح دانشی هم خب خیلی برای بچه ششم به نظرم سخت بود. اگه بخوام یه سوال سخت تا الان نام ببرم واقعا 37 پس همشون سخت‌تر بود. تا قبلش خیلی سوال سخت نبود. 38 هم تقریبا جواب دادیم. با این سوال 39 میگه که هر کسی که این خوندنش خیلی مهم بوده، هر کسی که با داناتر از خودش بحث کنه تا دیگران بفهمن که این داناست، باید بفهمه که اتفاقا نادونه. دیدی بعضی آدما مثلا برای اینکه نشون بدن که دیدگاه متفاوتی دارن یا مثلا میخوان آگاهی بالاتری دارن، هی هر چی که تو میگی یک ساز مخالف میزنه، یعنی هیچی وجود نداره که این باش موافق باشه. میخواد نشون بده که مثلا من طرز فکر خیلی متفاوتی دارم یا من یه چیزی میدونم شماها نمیدونید. خب اتفاقا میخواد بگه که این، حالا من کاری به جمله ندارم که حرف درسته یا حرف غلطه، فقط داریم مثال میارم که شما جمله رو بفهمید، ببینید 4 تا گزینه کدوم شبیه همینه. خب گفتگو با افراد دانا نشانه دانه. این میگه بحث کنه نه اینکه گفتگو کنه. خب اتفاقا بعد این نگفته که میگه کسی که بحث میکنه نادونه، نگفته نشونه دانه. پس گزینه 1 خدافظ. 2 که جواب کاری ندارم. 3 هر کسی که تلاش کنه به آدمی که داناتر از خودشه یه چیزی بیاموزه نادان. اصلا راجع به آموختن ما چیزی نگفتیم. گزینه 3 خدافظ. گزینه 4 وقتی یه کسی با افراد دانا داره گفتگو ممکنه دانا باشه یا نادان. اینم اصلا نگفته، به قطع گفته طرف نادونه. بعد جواب گزینه 2 میگه هر کسی که میخواد خودنمایی کنه میره با آدمای دانا جر و بحث میکنه، در واقع به جای اینکه دانایی خودش رو نشون میده داره نادانی خودش رو نشون میده، برای خودنمایی داره این کار. و سوال 40 آخرین سوال این قسمت. مثنوی مولوی یکی از مهمترین آثار ادبیه. خب این آثار خیلی مهمه، تو دنیا نظیر نداره، پر از داستان و پند و حکم و ایناست، حکمت و ایناست. انقدر خفنه که میگن انگار قرآن به زبان فارسی تشبیهش کردن. بعد در حالی که داستان سرایی نیست بلکه یه سری حکایت رو آورده تا افکار حکیمانه رو شرح بده، یعنی یه مثال قصه ای میزن تا یه سری فکر حکیمانه بگه. ولی با این وجود بازم 200 تا حکایت و مثال و اینا به زبان عرفانی، ولی خب خیلی ساده هم نیستن. من میگه 24 تا قصه رو انتخاب کردم که یه ذره برای شما ساده تر بشه. مثلا اون 24 تا قابل فهمه، بقیه‌اش براتون قابل فهم مثلا نیست. خب موضوع اصلیش چیه؟ اهمیت داستان سرایی. میگه نه، داستان سرایی خب خیلی اهمیت رو داره. مثلا من میتونم بگم که اگر من بخوام یه مفهوم پیچیده رو برای شما توضیح بدم، میتونم با داستان سرایی چیز بکنم، مفهومش رو ساده تر بکنم. این یکی از اهمیتشه. ولی اصلا راجع به این یه خط کوچولو راجع به صحبت کرد و تازه دکترش میگفته مثلا منوی اصلا کلا داستان سرایی نیست، مفاهیم دیگه ای داره. میگه از داستان سرایی کمک گرفته. 3 داره راجع به آثار عرفانی صحبت کنه. نه اصلا مثلا نگفت 4 تا این مثلا این عرفانیه مثلا 4 تا مثال بزن. نه، میگه یه کتابی رو داره معرفی میکنه خب که از حکایت‌های مثنوی. اینم نمیشه، من باز دیدم چند تا از استاد 4 رو انتخاب کرد. اگر اینجا میگفت من از میان همه حکایت‌ها یک کتابی دارم معرفی میکنم که تو اون کتاب 24 تا قصه هست که فلان فلان فلانه، میگه نوشته آخرش نوشته. خب ولی قبلش بیشتر داره مثنوی مولوی رو معرفی میکنه به نظر من. البته این جمله قبلش رو نگاه کن، میگه این متن رو از این کتاب آوردیم. خب یعنی اینجا در حال معرفی کردن کتاب خودش بوده یا داشته کتاب مثنوی مولوی رو میگفته؟ من خودم بین 1 و 4 شک دارم. خب تا الان هم میخواستم بهتون به قطعیت بگم 1، ولی این جمله‌ای که این بالا گفته متن زیر رو از این کتاب آوردیم میتونه شبیه 4 باشه. باز اینم از نظر من باید علامت سوال بمونه. ولی چیزی که حالا بتونم بهتون چند درصد احتمال بیشتر بگم، اگه حالا بخوام دقیق ترم بگم، مثلا استاد بناپور من فکر کنم زده بود 4،
استاد اسدی زده بود 1، مثلا توی آموزشگاه توی چیز اوهوش زده بودن 1، یه استاد دیگه زده بود 4. یعنی مثلا من چند تا دیگرم بررسی کردم، الان یه لحظه نگاه کردم که باز مطمئن شدم بین 1 و 4 چیز بود. من خودم نمیتونم قطعی تر بهتون بگم که 1 بهتره یا 4. به نظرم 4. آدم وقتی توی مقدمه یک کتاب می‌نویسه راجع به خودش صحبت می‌کنه، کتاب خودش رو صحبت می‌کنه، ولی خب داره میگه که این کتابو از کجا برداشتم و آوردم. نمیدونم، ولی من اگه بودم به نظرم 4 می‌زدم توی آزمون. خب حالا کدام گزینه از متن برداشت می‌شود که اشعار مثنوی داستانی نیستند بلکه بیشتر اتهام داستانی هستند، از داستان کمک می‌گیره. میگه ما یه کتابی رو آوردیم که توی 24 فصل خلاصه کردیم. نه، خلاصه نکردیم. من مثلا 1000 تا حکمت و 1000 تا مثلا شعر و اینا بوده، من 24 تاشو انتخاب کردم، اونایی که متناسب به سن شما بوده. میگه محتواش انقدر ارزشمنده که انگار ترجمه فارسی ترجمه نه، شباهت داره به قرآن، نه ترجمه. ترجمه انگار همون متن قرآن، مثلا خدا گفته آسمون و زمین رو خلق کرد، میگه مثلا این فارسی رو بنویسه، نه. و گزینه 4 که این داستانا برای دبستانی ساده نیستن، بعد سال بعد بخونیدشون. من 24 تاشو انتخاب کردم که اصلا مناسب شما بوده. که از سال 42 بعد رو بریم تو قسمت بعدی ببینیم. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.